کار و دانش بهتره یا فنی حرفه‌ای؟ بیاین تا با هم بریم این سوال جواب بدیم. در فنی حرفه‌ای شما توی این 3 سال هنرستانتون با انواع شاخه‌های کامپیوتر آشنا میشید. شاخه‌هایی که هیچ ربطی به هم ندارن. مثلا نرم افزارهای گرافیکی رو یاد میگیرید، برنامه‌نویسی یاد میگیرید، شبکه یاد میگیرید، سیستم عامل یاد میگیرید. همه این شاخه‌ها رو صرفا باهاشون آشنا میشید که در نهایت تصمیم بگیرید وارد کدوم شاخه بشین و تخصص اون شاخه رو دنبال کنید. اما کار و دانش اینطور نیست. کار و دانش اومده یک کدوم از اون شاخه‌هایی که شما توی فنی حرفه‌ای یاد گرفتین رو به صورت کامل‌تری توضیح داده. پس رشته شبکه و نرم افزار یه رشته جامعی هست برای کسایی که هنوز نمیدونن به کدوم شاخه علاقه دارن. اما رشته‌های کار و دانش برای کسایی که از همون اول میدونن چه مسیری رو دوست دارن، مثلا برنامه‌نویسی رو دوست دارن، پس میرن رشته پایگاه داده‌های اینترنتی رو انتخاب میکنن. بزرگترین باگ این رشته اینه که کار و دانش ریاضی فیزیک شیمی ندارن و برای دانشگاه باید کنکور رشته شبکه و نرم افزار رو بدن. حالا بیاین تا با رشته‌های کار و دانش آشناتون کنم. رشته برنامه‌نویسی پایگاه داده، تصویرسازی دیجیتالی، عیب سازی سیستم‌های رایانه‌ای، تولید و توسعه دهنده پایگاه داده اینترنتی، تولید کننده چند رسانه‌ای، برنامه‌نویسی بازی‌های رایانه‌ای، تولید محتوای الکترونیک، طراحی و توسعه صفحات وب، گرافیک رایانه، تولید محتوا و انیمیشن، تصویرسازی و جلوه‌های ویژه. این پست رو بفرست برای اونی که به کامپیوتر علاقه داره و کسایی که جزو این رشته‌ها بودن در مورد رشتهشون توی کامنت‌ها توضیح بدن تا بقیه متوجه بشن.